اوج بلوغ آدمیزاد لحظه‌ایه که میفهمه نه مسئول نجات کسیه، نه کسی مسئول نجاتشه. فقط به خودت و اقداماتت امید داشته باشی، ولی به بهبود اوضاع بیرونی زیاد نه. من هر روز صبح با امید از خواب بیدار میشم، نه چون فکر میکنم اوضاع قراره بهتر شه، اتفاقا یه جورایی مطمئنم قراره بدتر شه. منو امید به خودم از جا بلند میکنه، چون میدونم این زندگی مال منه و تنها کسی که باید دو دستی نگهش داره خودمم. کسی هم دلش به حال من و زندگی و جوونیم نمیسوزه. یه ناجی بیشتر وجود نداره، اونم تو آینه است. شاید بگی تمسکی درست، ولی اینی که من تو آینه دارم میبینم ضعیفه، بی‌اعتماد به نفسه، شکننده است، گیج و سردرگمه. باشه، همه حرفات درست، ولی همون ضعیفه تنها کسیه که میتونه نجاتت بده. تو یکم بهش اعتماد کن، یکم بهش فضا بده، یکم دست از سرزنشش بردار. کم کم میبینی که خیلی کارا از دستش برمیاد.